ما اومدیم بین ظرفشویی LG و بوش مقایسه کنیم از لحاظ کیفیت، از لحاظ شستشو، از لحاظ برنامه. توی شوینده های LG از لحاظ کیفیت که شما نگاه میکنیم مدل 435 و قابلیت درش رو ببینی، بهتون میگن 4 تا دونه بخارشور گذاشته این دستگاه. سبدایی که این دستگاه ها داره دونه بدون سبد بالا که از لحاظ کیفیت شما ببینی. توی دستگاه توی ظرفشویی ها روی پلاستیک بازی میکنه، روی شاسی بازی میکنه. این سبدا بهتون میگن داخل متحرک که فضای بیشتری داره. این ظرفشویی 435 سبداشون متحرکه. بعدش اومدن بهتون میگن 4 تا آپاچ ماهواره‌ای داره، این از این، و 4 تا سرشور به نام بخارشور داره. حالا میایم توی قابلیت‌های ظرفشویی‌های بوش. این دستگاه میشه قطعات آلمان، مونتاژ ترکیه، به وایفای وصل میشه و برنامه 1/2 شور و بطری شور و بخارشور رو داره. مدل 2025 از لحاظ کیفیت سبدشون رو ببینی. این دستگاه روی فلز بازی میکنه. این سبد خطی ثابت تو دلی متحرک و 3 تا جت واش گذاشتن براتون و ضربه‌گیرای بغل رو گذاشته و یه باکس جای قاشق چنگال گذاشته. سبدا داخل تو متحرک. از لحاظ کیفیت شما نمیتونی بوش رو با برند دیگه ای مقایسه کنی.